با سلام خدمت دوستان و بینندگان گرامی. امروز همونطور که دیشب قول دادیم و صحبت کردیم در مورد موضوع، همونطور که اگر خاطرتون باشه، در مورد موضوع نافرمانی مدنی و بحث های تئوریک هرچند اجمالی صحبت کردیم که آیا بحث نافرمانی مدنی که از در قالب اعتراضات ایران هم در حال حاضر و هم میشه گفت که در طی 20 سال گذشته از طرف طیفی و یا طیف‌هایی در خارج و داخل ایران به صورت یک نسخه اعتراضی برای ملت ایران، برای ملت‌های ایران پیچیده میشه، آیا مناسب هستش؟ آیا راه به جایی میبره؟ که به صورت خلاصه این رو در نظر گرفتیم، این رو صحبت کردیم که متاسفانه خیر. میتونید از ویدئوی دیروز این رو باز هم ببینید و گوش بکنید که چه صحبت‌هایی انجام. ولی خب در پایان صحبتی که دیروز انجام دادیم قرار شد که امشب طی یک برنامه زنده که کوتاه در قالب فکر کنم 20 یا 25 دقیقه این رو در نظر بگیریم، این رو صحبت بکنیم که آیا روش مبارزاتی برای مردم ایران در مقابل رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد بود و یا چه باید باشد. وقتی که ما دیروز در برنامه قبلی به این اشاره کردیم که سیستم و روش مبارزه نافرمانی مدنی جهت تغییر کل نظام و یا کل رژیم نسخه مناسب نیست و فقط جهت تغییر انجام میشه و ما تغییر ریشه‌ای بایستی انجام بدیم. این راه خودش رو داره، یعنی ترمینولوژی خودش رو داره. اگر از داخل نظام باشه، مخصوصا از داخل نیروهای نظامی اون کشور و یا اون دولت، خب نام دیگه ای داره. من این رو به صورت دو بخش، به صورت دو سرفصل اینجا خدمت شما عرض میکنم. اگر از طرف نیروهای مسلح، مثلا از طرف ارتش و یا از طرف هر نیروی نظامی دیگه‌ای که داخل اون نظام هستش، داخل اون رژیم هستش، تغییری انجام بشه و به صورت نظامی باشه، این اسمش هست کودتا. کودتا آخرین کودتایی که در تاریخ ایران ثبت شده کودتای نظامی هست که بر علیه حکومت مصدق انجام شد در سال 1332 شمسی. خب پس از انقلاب هم کودتایی که مشهور هستش، البته نافرجام هستش، ناموفق هستش، کودتای نوژه هستش که در اوایل انقلاب. ولی خب در ادبیات سیاسی روش کودتا یک روشی هست که از بالا به پایین انجام میشه و مردمی نیست و زیاد هم در ادبیات سیاسی مورد تایید و یک روش دموکراتیک و مردمی نیست. خب در اینجا ما یک روش رو میتونیم در نظر بگیریم که اون هم انقلاب هستش، نه قیام، انقلاب. یعنی revolution در انگلیسی، revolution
یعنی تغییر رادیکال و به یک باره. خب این رو بحث انقلاب، یعنی کلمه انقلاب لغتش حرکت هستش، چرخش هستش. این رو ما این کلمه رو و این اصطلاح رو در اولین بار در متونی که به وسیله کوپرنیک منجم در قرن 16 زندگی می‌کرده ما در اونجا می‌بینیم و مربوط به چرخش و حرکت ستارگان هستش. در اون زمان ترمینولوژی و اصطلاحی سیاسی نبود، یک اصطلاح علمی بود. و پس از اون وقتی که به قرن 18 وارد میشیم، این یک اصطلاح سیاسی و یک لباس سیاسی به خودش گرفت و یک میشه گفت که به صورت یک اصطلاح سیاسی در ادبیات و در فلسفه، در ادبیات سیاسی و در فلسفه وارد شد و ما از قرن 16 به بعد پس از انقلاب‌هایی که در آمریکا، در فرانسه مخصوصاً که بهش خواهیم پرداخت به صورت خیلی خلاصه، و در روسیه و در چین و در کشورهای دیگه که زیاد هم اتفاق افتاده، ما باهاش آشنا هستیم. خب انقلاب چی هستش؟ انقلاب برخلاف روش نافرمانی مدنی روشی هست که اولا بایستی اون هم به صورت علنی باشه، در اواخر مسئله، در اواخر اون قیام بایستی علنی باشه، مردمی باشه، یعنی در همه جای کشور، در همه شهرها، در همه قصبه ها، در همه مناطق کشور مردم به پا میخیزند و با یک حرکت رادیکال و مسلحانه و البته با خشونت، برخورد خشونت‌آمیز بر علیه نیروهایی که به رویشون با سلاح‌های مرگبار آتش شلیک میکنند و میکشند مردم رو، مقابله میکنند و این مسئله خشونت متاسفانه یکی از ابزارها و از لحاظ تئوری از ابزارهای یک انقلاب یا رولوشن هستش. ما این رو در انقلاب کبیر فرانسه هم میبینیم. وقتی که در سال 1799 زمانی که انقلاب کبیر فرانسه پس از قیام‌های متعددی که قبل از اون وجود داشت به ثمر رسید از طرف خلق که دارای لایه‌های زیادی هم بود، یعنی لایه‌هایی که واقعا از فقر و فلاکت رنج می‌بردن، لایه‌ای که اونها لایه‌های کارگر بودن، یعنی کارگران و زارعان که واقعا در وضعیت خیلی خیلی اسفباری زندگی می‌کردن. یعنی یک سیستم طبقاتی وجود داشت در اون زمان. در سیستم طبقاتی اشراف، بورژواها و میدونید که عالمان دینی وجود داشتن. این سه طبقه کل ثروت و امتیازات جامعه رو در دست داشتن و تجار و عرض کنم خدمتتون لایه‌های فقیر جامعه، اونهایی که زراعت میکردن، اونهایی که کار میکردن، یعنی کارگر بودن، از هیچ گونه امتیازی برخوردار نبودن. حتی این رو در تاریخ هم میتونید ملاحظه بکنید که برای در اواخر شاهنشاهی فرانسه
برای به دست آوردن یک نون، برای خرید یک نون، یک کارگر بایستی 1 هفته کار میکرد تا بتونه یک نون بخره و به خونش ببره. یعنی وضعیت خیلی اسفبار و خیلی فقر در حد اعلای خودش بود. وقتی که عرض کنم پس از 100 سال لویی 16 تصمیم گرفت که باز هم مجلسی که قبل از اون 100 سال قبل تشکیل شده بود رو باز هم تشکیل بده، خب و قول داد که اصلاحاتی انجام بشه. این اصلاحات رو انجام نداد و مردم که واقعا کار به استخونشون رسیده بود قیام کردن. اول به حمله کردن به زندان واسطی و اونجا اسلحه و مهماتی که لازم داشتند برای یک قیام، برای یک انقلاب به دست آوردند و به صورت خشونتباری مقابله کردند. اما خب خشونت پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه هم اتفاق افتاد و به صورت خیلی خونباری هم ادامه پیدا کرد. میدونید که 1 سال اول انقلاب فرانسه رو سال ترور هم مینامند. یعنی ژاکوبن هایی که به روی کار آمدن به عنوان انقلابیون در عرض 1 سال 17,000 نفر رو به گیوتین سپردن. این کلمه گیوتین رو هم خدمت شما عرض بکنم. گیوتین رو میدونید که وسیله هست که تیغه اون از بالا به پایین میاد و سر نفر رو اعدامی رو از بدنش جدا میکنه. برای اینکه این اعدام ها زودتر و سریعتر انجام بشه از دکتر ژوزف گیوتین خواستن، یعنی رهبر انقلابی که روبسپیر نام داشت، خواست که وسیله‌ای رو طراحی بکنه و ژوزف گیوتین این وسیله رو انتخاب کرد. ولی پس از اینکه این قتل‌ها، این اعدام‌های وسیع رو دید پشیمون شد و اسم خودش رو هم عوض کرد. یعنی انقلاب به صورت خیلی خشونتباری انجام شد و ادامه پیدا کرد. و این انقلاب و این ریولوشن، وقتی که ما میگیم تنها راه، البته نه به اون خشونت، اما خب برای تغییر اساسی یک کشور، برای تغییر اساسی یک سیستم لازم هست که به صورت رادیکال عمل بشه. و این رادیکال بودن به این معنی است که ما هم طناب‌های دار و گیوتین رو برپا بکنیم. چون که میدونید که تجربه‌ای که از انقلاب کبیر فرانسه هم خود اروپا و هم کل دنیا رو، خیلی از کشورهایی که در اون دوره و پس از اون چشمشون به اروپا بود، چشمشون فرانسه بود، واقعا تحت تاثیر خودش قرار داد و تجربه تاریخی خیلی مهمی برای انقلابیون دیگر کشورها بود. ما این رو دیدیم که اون اعدام ها، اون وضعیت خونباری که پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود اومد، تجربه و خاطره تلخی برای جامعه فرانسه و اروپا به وجود آورد. نباید با اون خشونت برخورد کرد. یک آشتی ملی پس از پیروزی انقلاب، پیروزی اون تغییر بایستی انجام بشه. ولی خب در حین انقلاب بایستی این رو در نظر داشته باشیم که وقتی که
توی خیابون، توی زندان ها و در لایه های مختلف جامعه با روش های بسیار بسیار غیر انسانی، شکنجه، اعدام ها و ترورهای شخصیتی که برای فعالین و اندیشمندان، شاعران، نویسندگان، هنرمندان و کلاً اندیشمندان و به قول خودشون دگراندیشان انجام میدن، راهی به جز راههای رادیکال، روشهای رادیکال نمیمونه. یعنی ما مجبور میشیم که این راه ها رو انتخاب بکنیم. این سیستمی که بخشی که به صورت به عنوان خلق، به عنوان مردم هستش، بایستی مقابلش روش مقابلش رادیکال تر باشه و رادیکال باشه. ولی خب بعد از اون بایستی به صورت یک آشتی ملی این مسئله حل بشه. خب انقلاب از کجا شروع شد؟ تاریخ انقلاب چیه؟ اساساً چرا باید انقلاب باشه؟ در دوران قرون وسطا میدونید که بنیاد مشروعیت، منبع مشروعیت دولت ها در قرون وسطا و قبل از اون یک چیز الهی و از خدا بود. یعنی دولت و شاهنشاهی و حکومت موهبتی بود که اینطور تلقی می‌شد که موهبتی است که از طرف خدا به شاه و یا اون که حکومت میکنه داده میشه. در اواخر قرون وسطا اندیشمندانی به وجود اومدند، فیلسوفانی به وجود اومدند، به عرصه اومدند و گفتند که نخیر، این درست نیست و عقلانیت رو به صورت خیلی خلاصه عرض میکنم چون که زمانم هم خیلی کمه، عقل و عقلانیت رو وارد این مسئله کردن و منبع مشروعیت رو نه از الوهیت، از خدا و از الله اونطوری که مسلمان ها میگن، بلکه از این منبع رو از طبیعت و اجتماع و مردم تلقی کردن و گرفتن. به این ترتیب کار راحت تر شد. هر سیستم و هر دولتی که عدالت رو برقرار نکنه، هر سیستمی که هر حکومتی که ظلم بکنه، از دید فلسفی، از دید این اندیشمندان دارای مشروعیت نخواهد بود و مشروعیت خودش رو از دست خواهد داد، اونطوری که در فرانسه اتفاق افتاد، اونطوری که در روسیه اتفاق افتاد، اونطوری که در امریکا اتفاق افتاد. مردم حق دارند که به پا خیزند و قیام بکنند و طی قیام‌های متعدد بتونند انقلاب بکنند، یعنی یک تغییر اساسی و یک تغییر بنیادین انجام بدن و همه ادارات، همه اون سیستم هایی که قبلا وجود داشت رو از بین ببرن و سیستم جدیدی به وجود بیارن و انقلاب خودشون رو به ثمر برسونن. اینجا به عنوان سخن تقریبا شما آخر این رو میخوام که صحبت بکنم، خدمت شما عرض بکنم که آیا اونطوری که ملایان و آخوندها میگند و در طول این 40 و اندی سال در کتاب‌هاشون، در سخنرانی‌هاشون، حتی در ادبیات سیاسی خودشون به صورت پی در پی میگن، آیا تغییری که در سال 1979 1357 شمسی به وجود اومد یک انقلاب بود؟ نه خیر، یک انقلاب نبود. یعنی انقلاب در تئوری و عمل خصیصه اصلیش رو به جلو بودن هستش، پیشرفت کردن هستش، پیشرفت و
از بهتر بودن از اونی که الان هستش، بهتر شدن، پیشرفت کردن و به جلو بودن، به جلو رفتن، نه اینکه به عقب رفتن و مرتجع بودن و ارتجاع. وقتی که دوره پس از تغییر رژیم در سال 1979 رو 1357 شمسی رو میبینیم، فقط یک چیز تغییر کرده، اون هم نامشه، یعنی سیستم مونارشی تبدیل شده به جمهوریت، جمهوری اسلامی. ولی خب وقتی که اون کلمه اسلامی رو آوردن، کاملا یک سیستم شریعتی رو به وجود آوردن، شریعت بر اساس شریعت اسلام. افرادی هستند که در تلویزیون های مختلف، در تیوه های مختلف که دستی در کاسه جمهوری اسلامی دارند، در ترکیه، در اروپا، در کانال های مختلف به صورت اول تعریف میکنن، ولی پس از اون این رو قبول نمیکنن که سیستم جمهوری اسلامی یک سیستم شریعتی هست. سیستم جمهوری اسلامی کاملا یک سیستم بر اساس شریعت اسلام، بر اساس شریعت شیعی اسلامی هستش و مقایسه میکنن با سیستم طالبان که توی افغانستان هست و میگن که اگر اون شریعت هستش ما خیلی بهتر از اون هستیم. خب افغانستان مسئله خودش رو داره. ما افغانی نیستیم، ما افغانستانی نیستیم. ما توی این کشور به دنیا اومدیم و توی این کشور بزرگ شدیم و مسئول خود کشور خودمون هستیم. ما نگاهمون به کشور خودمون هستش، نگاهمون به بهتر از خودمون هستش، یعنی به پیش خواهیم رفت، نه اینکه به عقب برگردیم. با این دیدگاه وقتی که نگاه میکنیم به عملکرد و رویکرد جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل حقوق بشر، میبینیم که نه به جلو بلکه به عقب رفته و فرسنگ‌ها به عقب رفته. پس با اون تعریف که دقایق قبل صحبتش رو کردیم، در موردش حرف زدیم، جمهوری اسلامی با یک روش انقلابی به وجود نیومده. فقط روش خشونتبارش یک روش میشه گفت انقلابی بوده، ولی کلش یک انقلاب محسوب نمیشه، یعنی یک ریولوشن محسوب نمیشه. به این ترتیب من از این به بعد خواهش میکنم که هم خودم و هم دوستانی که این رو میبینن این سیستم رو، اونی که تغییری که در سال 1357 به وجود اومد رو انقلاب انقلاب بهش انقلاب نگیم و یک تغییر رژیم بگیم، تغییر نظام بگیم، چون که انقلاب تعریف خودش رو داره. انقلاب یک از لحاظ ترمینولوژیک، از لحاظ فلسفه سیاسی روشی هست که دارای ابزارهای خودشه، دارای تعریف خودشه و اون تعریفی که ما از انقلاب داریم اساساً با تغییر و اون چیزی که در جمهوری اسلامی، در تأسیس جمهوری اسلامی وجود داشت اساساً در موازاتش نیست و با اون جور در نمیاد. به این ترتیب ما روشی که در دست داریم میتونیم باهاش با جمهوری اسلامی مقابله بکنیم. تنها روشی که داریم که هم مردمی باشه، هم رو به جلو باشه، یعنی پیشرفت باشه در زمینه حقوق زنان، در زمینه کلاً حقوق بشر، که حقوق زنان هم یکی از اون هست،
حقوق کودکان، حقوق سالخوردگان، حقوق کل لایه‌های جامعه، مسائل اقتصادی، یک اقتصاد سوسیال دموکرات که دولتی رفاه باشه، دولت رفاه باشه، اونی که در ایران رایج هستش که البته به نظر من درست نیست، دولتی سوسیال دموکرات با برابری کل صاحبان زبانها و اتنیکها و مذاهب و دینهای مختلف، یعنی یک سیستم انسان محور. این به حقیقت نخواهد پیوست مگر با یک تغییر رادیکال و تغییر بنیادین، و اون تغییر بنیادین هم تاریخ و فلسفه سیاسی و علم سیاست به ما یک روش رو پیشنهاد میکنه و یک روش رو در اختیار ما قرار میده و اون هم انقلاب هستش. ممنون از شما که این برنامه رو دیدید و شنیدید. تشکر میکنم ازتون. امیدوارم که در برنامه بعدی باز هم با شما باشیم و صحبت بکنیم در مورد مسائل ایران و مسائلی که همه ما رو درگیر خودش کرده. امیدوارم که موفق و سلامت باشیم.